جانی ما آمدیم مهمانی ای دوستان جانی ما آمدیم مهمانی بر کوچه ای سیر دریا آشی پلو بیا بر کوچه ای سیر دریا آشی پلو بیا آشی پلو مزدار روغنچه ها جزدار آشی پلو مزدار روغنچه ها جزدار لذت برد دل و جان از پلاوی تاجیکان لذت برد دل و جان از پلاوی تاجیکان حسیب های عزیزی خوشمزه و خوردنی حسیب های عزیزی خوشمزه و خوردنی از نواری عزیزان خایل شوم رفیقان از نواری عزیزان خایل شوم رفیقان رافیل های اکبیم یک بار خودم رفته بیم رافیل های اکبیم یک بار خودم رفته بیم رحمت به کل دوستان شریفان و مخلصان رحمت به کل دوستان شریفان و مخلصان ای دوستان جانی ما آمدیم مهمانی ای دوستان جانی ما آمدیم مهمانی بر کوچه ای سیر دریا آشی پلو بیا بر کوچه ای سیر دریا آشی زیتون بیا سلام و درود مخلصان و هواداران برنامه هجوی گپ اینک از HD و آژانسی تنتنه بهر شمایان این شامگاه برنامه را تقدیم می‌نمایم. آژانسی تنتنه تشویش‌های شما بهر تشکیل معرکه و توی‌ها این کاری ما است. دوستان عزیز چون هر وقت ما در طرفخانه زیتون حضور داریم و امروز من بار دیگر به همه شما گفتنی هستم که یک مکانی بسیار هم آباد و زیبا است و درباره آن طعام‌هایی که 30 نمود هستند و یک آشی پلوی بی‌نهایت بهترین من دیگه چی نمیگم برای آنکه خودتون بیایید و بچشید دوستان بچشید. خوب دوستان استودیو نواربرداری عزیزان ویدیو نواربرداران کسبی با تکنیک‌های زمانوی توی معرکه‌های شما را باز هم خاطرمان می‌سازند. مراجعه و فرمایش از شما کار را بود کردن از استودیو عزیزان. شما دوستان عزیز بابت صدا یکم پرابلم دارید یک صدا ساختنتان لازم یا یکم صدا لازم است حتما با ظفرجان صدا پرداز خوشنگ لیبل مراجعت کنید در یک لحظه کوتاه این پرابلم شما را حل و فصل میکنند. سرپرستان برنامه امروزه ما دوستان شرکت مول و محصولات گوشتی عزیزی شرکت مول و محصولات گوشتی عزیزی امروز بهر ما و شمایان عزیز انا همین حسیب نیم دود کرده شده اسارتی را آماده کرده است که این نوگانی است و من باوری کامل دارم که شمایان در این فصل سرما گوییم میتوانید با سیر و سیاحت با خود ببرید بسیار هم طعمی با لذت دارد. و باز گفتنی هستم که سرپرست دیگری برنامه ما اکپن در تیرازه های این شرکت با تمام استانداردها جوابگو بوده. اگر شما محض همین شرکت را انتخاب کرده باشید پس خطا نکردید. اکپن انتخاب درست شما. یک قرصک برای سرپرستان و همکاران. Yakta madak bozori panşanbe ve xirisi sefetki gazda hoş bide. Xirisi kalande hoş. Melisa uçaskoy zade ondaki ho. Bu o çok da şuma buraydan çünkü Jimmy sen yakta kime koftusu dince yak sobez yakta madak ince yak muşi sefeti naz khona dom nigo gunit raso naz gu muş bachi xirs bas kalan şudi. Odam musafet هوای گرمانده هوای گرمی تابستاننده عملی برای پنسیشون گرفتن که نفقه گرفتن به همین انجامای غاز زمستانه پالتوی تیرپکاشون پشت رفتن عملی پنسه میداگی این هوای گرمانده همه سوختاست شما قدر انجام غاز کتی آمده زمستانه کتی گفت پنسی ماهی انوار گرفتن بامدام سینف خانه معلم هستونی اسکروس نشایف بانگی دین گوید بچه آوجه ما چی با این نومدی خیلی غلطی چی خیلی نفهمیدم من گوید دادام موندگی دیگه کنابیس چکیدایویچ کتاست نومای عجایب نوم فامیلی عجایب پایده حربی هم استروی میشد کو
پیش داری اسیز اهم اسیر اهم و میلتا بود کو همی قطار کدینو سیدر فقط یا بتاس عبدالروب فقط من الی چه ها 3300 گود جیم 3300 گود حتی گروزیم برامده من شامبول گفتم شما فهمیدم 3300 نه زوزو فهمیدم زوزو گفتم یک آدم حالی بار گفتی دو بار بیشتاست سرشه خیلی دستش موندگی یک سکون عرق موندگی یک آدمی دیگر خیلی گذرد خورافت هستی بای خیلی خوبش بودی گفتی ارخش نوشتی برافت است یک آدم سرش بازش بینه استکان خالی اینه چه خیلی روزان گفته است زنم عروس که برافتگی گفته آکور من قبول کردم گفته است ماشینم وایران با ما یک زهر میخورم خودم میکشم گفتم همین کی میخواد برافت مبارز جان مرحمت مبارز جان مرحمت خب ناوکم گفتم یاری ستمگرو درباره زنها شعر خواندیم و کم کم اکنون وای ممکن خاطری نازک زنها آزرده شده نشه ممکن ده این هم نظر بگرفتم ما باید میبریم کم کم جهتی تربیوی و گذشت هستیم که شوهر این نفر است که همیشه زاد و روزی تو را فراموش میکند ولی امکان گفتن سین و سالی تو را هرگز از دست نمیدهد گفته شکایت کرده است اگر انسان به تو بدی کند تو به او قندش ده باز بدی کرد باز قند داشته این عمل را تکرار کن تا اون لحظه ای که بدخواه به بیماری قندکسل گرفتار حتی بچه داداش گفتگی بوده است این روی بزنید این نشه دار گفته این نشه دارد این دفع کاستیت که زدیان مازش کنند و این قسمی حربی و سالداد یکتا نوبت به خیلی سادگی پاس پیستگی نگاه کند که پراپرشی گذاشته و پاتینکاش یاتش دیگه ده رفیق پراپرشی اجازه دید عرض کنم عرض کنید توفیتون دیگه اکو همون خانمتون رفته الاشکری بگه جب شایم محمد اونو خانه من میخیل گفته یک تا زنک شوهرش به با وقت خیزید کوچه بروید یک ریسک میتیاد ریسکتون یافته میبید با وقتا خیسته بروید گفتم میگفت یک روز مایلش همین گپی توی گیرم گفته با وقت برام کوچه رو گرده یک تا کشیلوگ یافتاد نشانده $2000 پولش کردی گفته من گفتم که شما واقع با وقت خیزید ریسکتون میابید بود اما کیم با وقتا خیسته ریسکشه گم کرده شده رادیو به تلفن شده است آزرانگی رادیو به تلفن میشد کو السلام علیکم گفت سلام علیکم ما با شما پیوست گردیم شما کی گفت ما یک گروه کارگرای کانسر زواد همین رئیسی ما به سرودی طالب جان اسماعیلوف یک تا قدم زنیده مونید چوبا گفت دینت همین نوشته دست بفرمدم تمام کو ماشین لیشات شدم همین خیلی رادیو با زنگ شده است تلفن شده است حالا این رادیو ما گفت اکو با یک تا کشیلوگ یافتیم دوندشنده $10,000 پولش بوده است همون سایبش یافته تیم اعلان کنیم میگه نه همون برای همون سایبه یک سرودی کیفوی ما مانید یک تا آدم زو مگزین رفته گفته است که من گفته است توتی گاب میزی در کار گفته است اکو اداش دیگه نیست است گفت من ضرور بودم چند پولی باشم $1,000-2,000 فرقش نمیدادم گفت حاضر گفته درآمد هوگوی کایکو بوم میگدمی همون رنگ کرده برات فروخت است منه گفته برافت است بعد از یک هفته عمداست تو بینات و عمداست یک هفته سازی پول ته میگه جنجال میکنه چوکونم گفته است اون گفته است من یک هفته پیش اشبو توتی خریدی بودم ام رحمت گفته عمدام چو یکی گفت توتی نال برات بوده است گفته است گاوز دوست میگه دی گاوز دوست نید رستو با دقت گوش میگه از گفت همین رادیو گفتونو خیلی همین زنگ میزنن برنامه ویو یک برنامه درخواستی ترانه و رفتی بوده است همین زنوشو نشسته بودن شویستن که یک سروده از غالی جان زکست کن یک گوش کنیم گفته است همین حاضر اگر اهمیت دادگی باشید چاینیکو اگر چای جوشد شتاگ میکشد کو اوزش میبرد همین زنگ زده از رادیو ویو حالا گفت لبای میشنیم گفت همین وقت به چاینک آوازش برام دسته چایش جوشته است یعنی برنده هم که همون چاینکی خدا گازتونو کشته مونید گفت یه مرد خیزید کتونه پوشید و ما دیسودگی بدیم گفته رشد توریسم گفتیم رشد توریسم سمرقند میراد چه خوجام نمیاد گفته آثارخانه‌های خوجاندم خوشو کرده یک مردک سکین از سمرقند بود یمی درامده همه جای چغزده اون تو برامده بیان که گربچه شیرخورساس اتباقچه طبقچه تو خامشت گربچه سیله کرده تو بیان که عصری شیشنگی طبقچه تلا اینها نفهمی ساسی ها گفته اینها نفهم او که گفتیان سرداری موزه اینجا بیده بار
گربچه میگیرم من چند پول این فروخته نمیشه این بچهای yosh maktabxon میبیاد اما وقتی موزه بچرخم فروش چند پول خاص 300 دلار گفتم من این 300 دلار من شوندگی که همین گربه همین خیلی حیوانی که طبقه یک بار خوردگیش همونش که خوردنش نکر همین هم من گرفته روان گفت نیه آخر نه چون گیته میری شما عصری شیش همه جاش تیلوی نیو میخوره چیکار شما میذارید میگه ها چیلو هفتم گربه 300 دلار حساب میکنه درباره هر دو تام داریم ولی درباره گوشش نمیشوندگی و گاوزیتون یک توی بر رفتی اهلی سند یک تا زنکی کلان سال اکن گوششان نمیشونده است یا مالی مقیم جا هم تو فتای برامده همین اسکی های شو خود ترنگش گفته ایستن و یا برامده اصول کدن گفته وای زنک ولی اینا لطیفه اینا فعلش آمده یک جهازده گوش کنیم و گیرید و چیزی اولا خنده کردم نه خفه نشه و گوششان نمیشونه اما مایلش تو اینا گاوزده نوبت غالب جا یوسف گفته شده غالب که سرود سر کنه و شیشه خنده میکنه یک آدم خانه‌اش به تلفن کرد گفت است که زنک من آشکار اومدم اونجا تلفنم کار نمیکرد من شهربا اومدگی گفت ها شکارو چخه شد گفت خیلی شکارو میشد و حکم یک ماه گوش نمیخریم گفت یگان اوهمی گوی کلون زدید میگفت نه اویلیک ادا کدا بود یکتا مادگی ضروری دوز آزری من بانگ باشم اینجا بانگ بر دوزی در آمدسو قضا همت خورا افته اروجا که در آمدسو اما خود دوزیشه که دستم بر آمدسو گفت کی من دید گفت یکتاش من گفت بامباسک انداخته است با کی من دید گفت یکتا مادن خیسم زنم دید چی موافق است نیمیشه بنده ماست کلاوده و میلیسینر داشته است داشته نیمیشه بنده کجا رفت است گفت لیکسی گوش کردم رفتم گفت نیمیشه بنده کیم تو لیکسی میخواند گفت زنم دیفت است دوتا موش یک شیشه عرق گفته است میزنیم اکو کانکریت نمیزنیم من گربه پربن نیست سیکی ریزد ایناش کداست که گازک سالاد با چم کنیم گفت آزری است تا که درخت برود زوغ دهنشان پنیر است سیرای کو بیسته با چخیر گفت زوار گفت غلطی دست بود یک ریشته مایده کریان زدیا پاگا با عرق زدگی کجا میریم سالاد اما زوغ با میریم گفت چخیر زوغ با میریم بیار عرق شکی عرق ریختگی با ام کنم بیسته با چخیر گفت زوغ کو یا بر دست شوری کم پرشتاستی انا میقاش تو باس میگفت ها گفت با سیوم رو شده سیوم و عرق بسیار سانی عرق ریخته این دفعه که کانکریت و نیمو گفتم بچه گفتم همون زاغ نیمو گفت ریخته تاگی وای بر افتیانو وای می بیسته چیکار کرد تو با میقاش بعد تو ای کروس که مجھے باب میکنی میگفت ها اما یک تا روبا گازete برداشته تگی استالبه بیاد بالاش با زاغ همون پنیر کی ایستادگی بود هستی تو نگاه کرده اول خیلی همون پنیر گیرم سیوه گیرم گفته من گازete بنویسیا امسال جنگل به همه درختها پنیر سیر میانداخته است گفت زاغ گفته خنده کنند غلطی ده برفته ولی سیره گفته است نگاه کرده ابوالی گازete خنده کنند نغز نیه مرامت بچه یک بچه حربی خونش با عمده سود دادا گفته است من حربی گشته نمیرم گفت چوه نمیری بچه هم گفت اونجا هر شب توی میشد گفته است توی ناس کو گفته است من ویدیو چی کرده میمونند بیرسی میتونم من سیام که میکنم گفت ها ناس کو معیشت کو توی گفت یا همه گاندگی زی میدونید میگفت دیسکایب تایور میشد گفت انم بچه ایکو اختیار جام سونی کماندر است کماندر این لباسی اکو نورفتی کنو این لباسی دو دیتو کلان گده گر دشمن باید ترسد کتا یک رئیسی پولدار اینا که فرقش نیه نگوش کنید وای طرف خودش گفته خندن گرد ما خودمو گفته خندن من هم سیکی تماشا بینم که خودم گرزش نگرد حاضر داری پولدار ده یک رئیس ماشینشون که هم دو کسه زدیان تیراتوارانده زنان سرازر سوال دادیان سودیه بگید سیم شده که این کورس سیم شده بس سودیه اما کالاش که لبابایتون زده شکسته که جریمه میشه
و به پرده برفتگی پشتی و بوته به و یک قپیده میبینه اجای حادثه گریختگیش به سراغ میگیره شکارچی ها فقط شکار میرفتن یک آدمی خودش دانا میگرفت است یه بار من بریتون میگفت است فقط گفت شما چه میکنید اونجا رفته گفت است که من شکار به بریتون گفت است من همین گوجاند چه حیوانات جاشه میدونم گفت است چه که گفت من بریتون میفهمیدم خیلی بردیان نکن میان جنگل آمریکا همتون جیم ایستون گفتن همین سرشون زنبه مونده گوش کرده یک 30 سکند خستینو گفتن که حاضی 5 دقیقه پیش آمجا یک تودی کلونی گاوا گذاشته بر رفته گفته است همین خدا خود اسپیت که رفته میپرونیم سه چهار چگت شما حاضی گوشتون مونده اواز شوندید میگوید نیو تاپاکش سیویش یالی گفتن یک خانه زنگی تلفنی شده است یک خیل زنگی تلفنی شده است هیچ کس نمیبادره جرنگ ده بار الا چند بار اخیرش شاید یک تا آدم بدوشه لابای گفت یگان کس هایی میگفت هیچ کس نیست خواننده گفت بدوشید که شما گی من دوز میمانی کار کردم نمیمنه وای حاضر وای موضوع شدی کو حاضر بیزنس ترینر ها کو موضوع شدی یک ساعت بچخی یک میلیونر شدن و ایتاش بخیر وای شده است bilet فروختسو یک ساعت بچخی میلیونر شدن bilet فروختس درآمدسو ترینر درآمدینو دونو تیم ما تی بود گفت یکتاش یک ساعت بچخی میلیونر شدن همین خیمی وای ها حاضر زالنده چند کسی تون گفت 1000 کس bilet چند پول خریدون گفت 1000 سومونی گفت فهمیدی تو چه میلیونر شدن گفت بچه چه امکتم بیاد داداش من نگاه دو تا امروز دست گذاشتیم دستیم مونده مور گامز رنده تو گفت اینم اون تو نگاه کرد خوش تامنش به بابا آوازتون بروری ده کویا بول دید ساعت به مرابط باغچه بچگان گفته کنی کی شمرده میتوند گفت اگر من یک دختر شمور چی گفت 1 2 3 4 5 گفت کنی فاروق جان شما شمرید گفت 6 7 8 9 10 کنی ناظم جان شما گفت ولید کرول تو آرام بچه مرا مستر توی با همین خیلی بود که توی حولو میشود هم من مار شوم حلقه زنم گرده که بیده خونده ایستم بعد یک زم یک تم مسح شده اکو همون عجد آواره گوید یا بودی کانی بادام و هر دم توی انده من برنده اینا حافظو یتش مست زدگی تیار نمیخوام ناصرکا کدامیشان ما گفتم که همین آدم ناصرکا گفت عرقی رسیز که بلاستی بای از کنم اونجا دیوچ که ستوب شود یکتا گفت ما کو ویانده که دیوچ که ستوب استاد خیلی خوبه بای دیوچ که ستوب نمگون که اینو هم تشتیم حاضر گفتم وای اینو سپکانی آدم حاضر میشه دخترانی همینم یک راهی مراسبه داوری کمتر پیش حاضر یکم همش جیوای شدگی صنعتکارا کمتر پیش فنگرام مینی دیسک بود کو همین مینی دیسک یک تا حافظ بامد اکو دیلربا مرحبای خونید اکو ماس اومد دیلربا مرحبای خونید اکو گفت ویم رقمش بود که مینی ویم بعد مینی دیسک رو گفت 11 ماه گفت 11 ماه دیلربا مرحبا با بعد یک دم با یک تاشم اکو دیلربا مرحبای خونید دیلربا مرحبا گفت 11 مونتا گفت 11 مونتا سایما شوند اکو 11 مونتا توی خونه چه میدونست یک تا بچه آشناش به گفته است که آشنا یک هفته پیش یک امکم گذاشتنو امکم گذاشتنو خیلی زی شد گفت امکم گذاشتن خیلی تاوت که بودیم میکنیم یک مالی آدونی همین گرام زنده شده برام دا یا چه خیلی گفت زنده شده برام دا کارنای نوازی و هوا هم خشت برو جام شدگی خورسندی حافظای جیزگی خلاص زی شد گفت خلاص بزرگ کردیم امکم شریف جان کنی دلیر جان چی بود آرام شما آخر نموندستان زور بفتست که بود ندارم گفتنده پویزده авиакомпания که شده شده است رسو ارزون авиакомпания که شده است همه بلیت گفته است همون авиакомпания یک تا مردکم گفته است یا عملی هم تو تماشای کنترل گذارن بینن همه سملو به داویدا برفتوزه اینا انجام گفته است تو داویدا سمیو بینت قوتی همه که последний شما تو قبده چو همه داویدا اونجا زت اینجی میگه دیگه کیم آخرین در 14 سفت است تمام دنیا دیگه ملت ها
همه وقتی ماشین بشتم تصمیم خیلی میکرسته بناگو صدمه شده مانعت میچسبنده است تاجیکای ما بناگو گایی نبینم با عادت کردگی هاشو و حاجات خانه و دوانم تصمیم بگذارم خیلی خیلی ماشین گفتید و یک کاری شدگی آدم اومد رحمتی پدر سیم سمینه لایب کار میکردن شغل کابینت بود روز مونده خون میرفتن دیگه همسایه من استا بودن همین تکو استای ماتریسی زور بودن هم خواب رفته اینو خواب برام نبرام به ماشینشون زدید که گاز دولسیان ده بند گاز دولسیان همین خیلی گفتنو خیلی دوامش نمیگم سانی خیلی خدا با شکر گفته با این طرف گشت خور رفتن دیگه دادا کو چوب خدا شکر گفته سیدگم خیلی همین خیلی پچق راست کردی وای همین خیلی کاری قزیق طرفی دیهی همین شما نانده بسیار میشه یک آدم سحر کتی خسته اکو خراب شوم سلامتی به وجه من داویده استاد داداش ماشینی که اومده بیا مت تو استر برده مونا Ben içine teki devolbu küçük bastım ondaki, seke bastım ondaki. Devol pas budas diye. A peşim saketi grubu kızaştı burat. İna abalo şalos kıdı ösü patla zancir kötü yıkadas. Zeyn ben nereye istaz gözmeyip. خودش آویخت است. دوستان عزیز و ارجمند یادآور از آن میشیم که ما همکار داریم و سرپرستان نیز داریم. اینک دوستان گرامی قدر من گفتنی هستم که طرفخانه زیتون 30 نمودی طعام‌های اروپایی و ملی با همراهی دوستان اهل عائله مرحمت نمود یک موضوع بسیار هم بزیب و آش پلوش را نمیگوید دوستان مرحمت با طرفخانه زیتون و باز گفتنی هستم که استودیو عزیزان ویدیو تمامی معرکه‌های توی معرکه‌های شما رو با صفت اعلا با تکنیک‌های زمانوی نواربرداران کسبی ما ثبت خواهند کرد البته فرمایش دید کار شما رو بود میکنیم عزیزان و اگر یگان مسئله حل ناطلب در ساحه صدا پردازی باشد پس به ظفرجان مراجعت کنید خوشنگ لیبل دوستان سرپرستانی برنامه حجوی گپ شرکتی مول محصولات گوشتی عزیزی همه خاندان عزیزان باز یک ناوگانی دیگر انا همین یک حسیبی نیم دود کرده شده ای عزیزی من امروز شما حتما همین تقدیم میکنم توفه میکنم استاد یک خانه برده چشیده میبینید طعمی بینهایت بهترین دارد و باز سرپرست دیگری ما این شرکتی درو تیرزه های اکپین اگر شما اکپین را انتخاب کرده باشید پس بهترین کار را کردید درست هم کردید عزیزان Компания «Азизи» – производитель колбас и мясных деликатесов с 2006 года. Мясо от лучших поставщиков, отборная говядина, натуральные пряности, уникальная рецептура и традиция наших технологов – вот секрет вкуса нашей продукции. «Азизи» – у качества есть свое имя. دخترم من از دیها آمدم من با هم گرمی تابستان با و هم خنکی زمستان با تاباورش در کار خانه ما در سر کوچه گوشم تین شود من به گپی خانه کوچه و گپی کوچه خانه و نمیدر وردگیش لازم من یک کارگری عادی من به نغزی نرخش دسترسش لازم برای کارخانه نوی من استانداردهای جهانی و جوابگوی باشد برای من صفتش بلندش لازم این خیلی باشد به شما درو تیرزه ها از پروفیل های اکپن لازم اکپن به شما پروفیل های به استانداردهای جهانی جوابگوی را پیشکش می نماید اکپن به پروفیل های خود 25 سال کفالت می دهد برای آنکه پروفیل های اکپن به گرمی و خنکی طبیعتی ما تاباور می باشد اکپن انتخاب برای تمام حیات دوستان عزیز چندین برنامه است که هلال دین برادری علاوالدین نفری که در یک کنجک نشسته با دایرش می نوازد در آغاز برنامه داد می زند در بسیار موردها مردم می نویسند که برای چی لطیفه نمی گوید خب ما با علاوالدین با هلالدین کارهای فهماندهی گذراندیم این نفر خواستند که من گفتم با همین اسباب دایره من در پهلوشان فاروق جان نشسته با یاردم همین اسباب ها یکی نای دیگر دایره بحث و جواب میکرد یعنی که من این چیز به مثلا گیریم تصورات هم نیست بهادر جان لیکن همین چیزا همین هلالدین همین چیزا گفتن من گفتم برادر
میشود همین برنامه بگم البته گفتم برای دوی شما سپارش دو دوست هر دو مهربانانه بعدی معاش اسباب ها در دست مثلا میگیم بعد طرف خانه میبیایتون کم مینوشیتون سپس بحث میشود زنازنی میشود همین چیزا با یاردم اسباب های موسیقی یکی نه دیگری دایره رفتیم نباشد حاضر به مهربانانه یعنی که هلالدین با امید معاش فاروق اومدگی اینجا به حاضر اینها دو کسه شده فاروق زدن ها قلای مقیم بکن زر بهترین هر برنامه شما با میخواد سپوری کنید مرحبا علاوه دین یک کاری شدگی یک کاری شدگی کارای شدگی در این مشروطه مقیمکو که یکتاش سال کیفچه شای تقه اوکی گوگل من گوشم تا گفتاست همه hayron yakta kampirçe hayron şuda şarmanda mas şuda ince gulya gujonda gufta pusti kofta megardad ho gulya gulnorat asnovka mon mur şarmanda frora asnovka gir gufta hadi yakta bir şuba beyin gaztukdor tavallud xonuma kelinish ovardiki zanashak ovardiki همین ماشین جیپ که اومده هم تو فرامده درش تحقیق پوشد همشیری شبکت دوید اومده اکا جان تبریک شما یا تولد کنن 3700 گفت گاب نیست من 3700 گاب نیست маршрутка гуфтану маршрутка якта занак шида тун ёкада шида ёнангиш гуфтаст ки ин либоспӯши бачаҳо ёша бинед ҳозир мана вай бинед вай духтарчи бинед вай либоспӯши вай духтарчи не вай писарча гуфт شما داداش گفت من بواش گفتم توجه больницеве операция кун бедор шуд бад аз операция вай пациент духтуро болшу сиз духтурун ту ака нигоҳ када бахшишу бемор дута хабара мо ҳай якташ ганда якташ нағз гуфтаст гандаш зега дига мо дига почкатона бурдим гуфтаст нағзаш чӣ гуфт мо иниша дурустка метавонем гуфтаст عجایب ها مقیمکو البته یک زنک پیش سردختور با سیگم اینجا خودش سیگم تو جنگ بومداست سردختور مرامت شنید سیگم چودا گوساست تینجی میگه اوزی تون برفتم من و آدم که ما گوید دکتر تون با منم اوندا تلویزیون بنیو کراس گفتاست یک تا بچه سکوتر چکیدی اون تو پروبکان قوتی ماشینا پروبکایی با همه خیلی اون دفعه فرنگی من یک تا ماشین خراش زده کنه دانسته هم تو آینه یک شده 5-6 گردن قوسو نفهمیدیم او پاتسان این میدانی ماشین چقدر توضیح $10,000 بهش گفته است گاب نیست تو اپشتی رگزکش یک پاشکه $100 افته منه گیرتون افته دنیا ماشین بافتازه آب 4 کس 5 کس او کجان تو چه کار میکنی گفت
ما اکون نیامنی اوبیسه گفتاسی گفت اما پلت خواب گفت نه سری کسی آمریکا لکتون گفتاسی سری کسی مردک جای کارشان زنش تلفن کرد داداش با تلویزیون کار نکرو گفت کنابکش زیر کردمی گفت زیر کردم نشو رازیتکش قش کردمی گفت ازی فناریکا گیرم گفت فناریک سی با گفت سویت نیست گفتاس یکتاش استوا تلویزیونش برداشته رفتسون این گفته از کار نکرده از آوازش نبودم داد گفت تو استا مانده خیلی نبودم داد چیزی شد که کنی گفته چی گفت نرمالی دیده اشتگی بودم یا والا گوشم خورید مخکی خورم آوازش نیست مرحبا مبارز جان یگان لطیفه ها یا روایت ها پند بزرگا روایت خیلی از یکم مبارز باید که من گویم روزی از روزها پایانی دام به 34 نفر سرگرمی بازی کرده بودند یک نفر فرود آمد و گفت که اول کرول اول دام اول ولید اول کرول بعد همون آدمی که نشسته بود نگاه کرد و نشینید شما بازی کنید گفت شما چی بازی دارید شاگرد طالب علم از استاد پیر و کامل پرسیدند استادا با زبانی روسی گپ زدن گناه است گفت استادم کنیش نه مخیم جانلکان خیلی خیلی گپ میزننده شوخی بود امروز ما مهمان داریم در ناصرکا رحیموف امروز مهمانی ما هستم و من خواهش میکنم از استاد برای مخلصان و برای همه اون نفرانی که این ساعت ما را تماشا دارند یک سرودی بهترین را اجرا نمایند ماندگی ها همه قرصک میزنیم چی بتیم؟ ساز جور کنن این کس تو جور کنن با یک لطیفه مالش مرحمت لازم جان شما گویید یک بیمارخانه و زنگ تلفنی شده است یک بچه الو دکتر میگه ها گفت ما همین آشنام کشته یک سیگارتی بلند کشتیم و همین آشنام استرالی ماشین بشتی شواس که برو گفت دکترم در پلساس بشینو خیزان آقا پشت کمتر دیگه جور میشناسه یک بچه مکتب لیلیم به زنگ زده است مکتب لیلیم به زنگ زده الو گفت یک معلم برداشتن لبا گوش میکنم گفت اینجا لیلیم میگفت است ها گفت کنی لیلیم گفت است شما کیم که من ستالین گفت است جور کنید مونت شما خویش بودن زندگیست بین نوش و نیش بودن زندگیست در جهانی آرزوهای نجیب از سواران پیش بودن زندگیست در جهانی آرزوهای نجیب از سواران پیش بودن زندگیست هوشیار مست یعنی پرتش
ویش بودن زندگیست عاقل و دیوانه و هوشیار مست یعنی پرتش ویش بودن زندگیست ای زندگی ای زندگی ای زندگی در میانی این همه بیش و کمی از کمی ها بیش بودن زندگی از سبکباران ساحل دورتر یعنی دور اندیش بودن زندگی ای زندگی ای زندگی ای زندگی ای زندگی در میانی این همه بیش و کمی از کمی ها بیش بودن زندگی از سبکباران ساحل دورتر یعنی دور اندیش بودن زندگی ای زندگی تشکر زیاد میگوییم با استاد ناصر جانکا و گفتنی هستیم که الهی تنتون دائم صحت سلامت باشد و دائم برای دولت و سهولت همین مخلصان و همه اون نفرانی که این لحظه البته ما رو تماشا دارند الهی باشید استاد سلامت باشید و در پهلوی من بهادر جان هست که بسیار میخواهد توضیح لطیفه بگوید و من البته نوبت رو به بهادر جان میدم مرحمت باشید ولی درباره یوری ها گفتم پخته خلق گفته چهار تا یوری و چهار تا تاجیک و پاییز بشیدن این 4 نفر بچه های خودم ها 4 تا بلیت گیفتگی و 4 نفر و ها 1 تا بلیت گیفتی هم و بچه های ما حیران چخیل کده میگذاشتی که باشن اینا وقتی که وای پریویل که میامدگی وقت هر چهارشان دویده حاجت خانه امو پاییز به دوام ده گیفتی هم و یگان کس همه گفته تخت کنه داره اون تو کشاده نیمراه کده 1 تا بلیت دراز کردی هم گیفته برفته انیمه های قایل گفتی هم دویم بار گشته آمداستگینده و ها 4 نفر 1 تا بلیت گیفتن 4 تا بچه های تاجیک بوتون بلیت نگیفته درام دیانده و ها حیران بوتون میکردگی باشه کن گفته در مغلی وقتی پریویل که میامدگی وقت 4 تا یه بلیت دویده درام ده حاجت خواهد درام ده گیرد بچه های خودم ها 1 چان داره تخت کردی و بلیت برادر بلیت گفته 4 تا بچه های ما دیگه حاجت خونه میاد یک تا زندگی کلانسال یک تا خانه آچه گویت آچه دکوینتشان اینستیتوت ازدواج کردن دی حجته وای به اینستیتوت وای کردن وای خیلی پیریام کرده گفته سو خاله گفته ها دوری پیلانسالی چون میکنید اینستیتوت بگید های به وطن رسو به وطن معلم اینستیتوت رسو سیدین که خوششون های گفته السلام علیکم خاله نمیشه ما درست نقصید می وای بدرام دوستی بدم چیزی وای گور بالنیتسا وای تا خاله هم دوستیان ها ناصر جان گفتن یه خاله نمیشه ما درست نقصید می ما نزدیک میگیریم خودم
توی بابایم میگم من شناختید میگفتند. ها من گفتم اونجایی که خدا من نمیشناسم حالا ما قدم گفت. یعنی من یاوگی گفتم. همین همکاری برنامه اکپین گفتیدو تعریفش بسیار بلند شده است. یک بچه نو داماد شدگی اکنون وای رفته گفته است درم پلاستیک میکنم گفته سو اکنون دیوالا ازی تونوک کو آوازش نبرد به عملی وای با اکپین برات گفت ماموریت برومدیان خب بیت وای چه کنیم چه خدمت کنیم گفت ما دار میکردی داره برای چی میکنید گفت همین آواز نبرد نخونه گفته گفت دیوالتون خیلی گوید گیپسه کردم گفت اکپین کردم به پرابلم گفته است. اینه میره فقط دیوارو در ببرسد شو. من استاد نصرکم دیدم من یاد بماد ما همی قربان جرایف که میگشتیم بود کلاوش نکرده یه روز تویمون نبود عبدالوهاب استاد رحمتی گذاشتن کو قتی توی برفتیم توی همی که تصمیدات سنگی مزارم بود کو سردی کرامت الله همی خیلی مدش دیگه غریب جان یک شب 4 بار 5 بار نخونی دیگر توی نمیگذارن سنی وای واباکو خوندسیان یک تاش اومد مست ضروری اکه جان سنگی مزار بخوان گفته مایلش گفته گلی سنگم گفته خوندنده ایران سنگی مزاری کرامت الله گفت با همین گلی سنگم خوندن همین خیلی جالش اومد طور هم داد است نویا گفتن عبدالوهاب من تو سنگی مزار گفتم که نگه وایم نصرکم خوب سرکه اوکو جان این اندیام سنگشای وای اندیام سنگشای تو رقصت کدان گیر من خوندم بگیرم بودی یک ایده است پیش شاهش بنده و هدامه گفت شاهش درو شاهم چی به ناموی ما هر خیلی نیتو ناموی میمونیم ما فرانسوزای بینید گابریل آنری میخه ناموی خوش رو گفت ناموی هم گنده نی گفت است شاتوتر ویشل نوشیده سیراب شو ناموی هم گنده نی عاشقی پای آهو چشمی برگود ناموی هم گنده نی فهمید یا دومی کچوک گفت است yakta odam yakta lochik pensiya biramdasu avariya firamdasu moshin kedi banlisi firamdasu sonra hamkasbosh xabar giftam omdagi hamma jo dab dala lax lax hamma shudaski in chel shud maqa 50 سال boz samolyotga ke gashti tu shav in shar bagad pensiya biramdan betar yakta moshin xirdemu shav vaska davom dizam devol biromat gaza battar zerga ruela kasham budasat lax lax ögadam me parada khada ke diam سملو داخل دیگه حالی و یا گفته که حافظ سرود طلب کردید یک تا حافظ تویبه مناجات خوانداستی بودن سوست تره که گفته خوانده ایسا یک تا جامده اکا تیزش خوانید اصول کنید تیزش خوانید کنید تیزتر تشکر زیاد دوستان عزیز و ارجمند مخلصان حج و خواندن این بود برنامه گپی امروزه ما این شامگاه ما طریق تلویزیون آزیا اچ دی مهمان خاندان شما گردیدیم و گمان میکنم که لحظه‌ای که با همراهی برنامه گپی ما بودید این لحظه‌های بهترین در این شامگاه است باز یک بار دیگر با همکاران و سرپرستان برنامه اظهار می‌نداری بیان می‌سازیم برای مهمانی برنامه ما ناصر من گفتنی هستم که شما مرحمت نمایید شما اینجا به حاضر می‌دونید چیپته شما و زلیونی کدام وقتی که خواهید بیایید استاد الان جای شما همون دروازه‌ای که تیفه بهتری اینا برای همین فهمیدن و برنامه سرشان افسانه‌ای بودن یک بار رفته فهمچه بعد چی رازویتکو خب دوست عزیزم غالب جان و ناظم جان دوست عزیز شما رو نیست همین خیلی ما خیلی که ناصر کابا گفتیم مرحمت کنیدتون دائما آماده میتونید در اینجا شرکت کنیدتون من گمان میکنم که لطیفه ها بی آخر هستن لطیفه ها تمام نمیشون هر آن چیزی که مثلا گیریم علاوه‌دین میگن کارهای شدگی مثلا گیریم کارهایی که قید حیات به آدم میشد همون چیزا هم همش لطیفه است اگر شما نیست مایلی شرکت کردن در این برنامه ما داشته باشید پس عزیزان مراجعت کنید به ماموریت شرکت تلویزیون و رادیوی آزیا اچ دی خب در اینجا رسیدیم به فرجام برنامه بهادر جان برای تماشابینان مخلصات چی گفتنی؟ ما اکو میگفته که گفتم همین که ما من 4 تا از بزرگا امروز دعوت کردیم اومدشیم من رحمت شما باید بزرگ نغزو اکا بزرگ دو تا کلمه عبارت ده یکی بوز دیگه گرگ کدام شما الحق روایتی بده من خیر گوام گویا با خبر چی میگم ما 4 تا گلگو خیر Steve
پلاو با مزه آشی پلاو خوشمزه آشی پلاو با مزه آشی پلاو خوشمزه لذت برد دل و جان از پلاوی تاجیکان لذت برد دل و جان از پلاوی تاجیکان با قضی و با زیره با برنجی دو زیره با گشت قاق و جز